درود دوستان، امروز روزی دوم است. قهرمانی آسیا از رشته MMA این مسابقه در چین برگزار گشته ایستاده است و قهرمانی آسیا را از ورزشگران تاجیک 6 ورزشگر معرفی دارند. اینها هم باشند از ترادیشنال MMA ترادیسیونی بهرام حکیموف 60 کیلو، اوتابک رجبوف 65 کیلو، منوچهر دولتوف 71 کیلو و مدرن MMA سوریمنی حاضر زمانه میرزابک عمروف 60 کیلو، بهروز خورشیدزاده 71 کیلو و قاسم سرداروف 85 کیلو. دوستان، امروز روزی دومی قهرمانی MMA است در چین و ورزشگران تاجیک پیشرفت هستند و امیدواریم که فردا قسم فینالی برگزار می‌گردد روز 11 انور و امیدواریم که ورزشگران تاجیک همش دست بالا میشوند در این قهرمانی آسیای میانه با از نمودی ورزشی MMA. دوستان، ورزشگران تاجیک را دستگیری کنید، دعا کنید که اونها فردا از قسم فینالی در چین دست بالا شوند و پرچم تاجیکستان را بلند بردارند و گیمنی تاجیکستان به گوش همه جهان برسد. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. من حتما نتیجه قهرمانی آسیا از نمود MMA رو به شما فردا نتیجه اش رو حتما میرسونم و امیدواریم که خبرهای خوش به شما میگویم و ورزشگران تاجیک همه‌شان صاحب مدال میشوند. یک بار دیگر در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.